سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به درس 34 زبان انگلیسی ما. زبان انگلیسی از صفر از روی کتاب Basic English Grammar by Betty Azar. پیش از آغاز کردن درس امروزه اگر به کانال آبونه نشده باشید لطفاً آبونه شوید، به نوار لایک گذارید، فکر و عقیده های خود را برای بهتر کردن صفت درس ها در شرح ها نویسید. این نوار را با دوستان و نزدیکانتان روان کنید. برای اولین شده خبردار شدن از درس های نو زنگوله را زیر کنید. چون همیشگی درس امروزه را نیز با quote of the day یعنی سخن روز آغاز میکنیم و سخن روز امروزمان چنین است: Take a loan and get married. You pay the loan but wife remains. by سعید مراد دولتوف. ترجمهش به زبان تاجیکی می شود: قرض گیرید و ازدواج کنید. قرض را می دهید اما زن میماند. سخن سعید مراد دولتوف. چنانه که میدانید ما در چپتر 4 یعنی در باب 4 کتاب قرار داریم و موضوع باب 4 کتاب using the present progressive یعنی استفاده برای زمان حاضره دوامدار می باشد و موضوع امروزه من باشد آخران موضوع باب 4 کتاب یعنی think about and think that می باشد. درس 34 چخیلی که گفتیم موضوع امروزه ما think about and think that می باشد و در این درس ما فرقیت این دو عباره را به شما میفهمانیم. در پایان با هر دو عباره یکتاگی جمله آورده ایم. I think about my family every day. ترجمهش به زبان تاجیکی می شود: من هر روز درباره عائله‌ام فکر میکنم. با عباره دوم I think that Ali is an engineer. من فکر میکنم که علی مهندس است. میگذاریم به موضوع امروزه. خیلی که گفتیم موضوع امروزه همون think about and think that می باشد و در این درس ما فرقیت اینها و جای استفاده اینها را با شما می آموزانیم. کلمه think ترجمهش می شود فکر کردن و عباره اول را می فهمانیم think about فکر کردن درباره یگان چیز. فرمولش چنین است: think plus about plus a noun یعنی فکر کردن جمع about درباره جمع اسم. مثال A را می خوانیم: I think about my family every day. من درباره عائله‌ام هر روز فکر میکنم. در مثال B در زمان حاضره دوامدار I am thinking about my grammar right now. من عین حال درباره گراماتیکم فکر کرده ایستادم. In A در مثال E ideas about my family are in my mind every day. فکرها درباره عائله‌ام هر روز در سرم هست. In B my mind is busy now. در مثال B باشد فکر من عین حال مشغول است. Ideas about grammar are in my mind right now. فکرها و یا ایده ها درباره گراماتیک عین حال در سرم است. عباره think that باشد فرمولش چنین است: کلمه think میآید بعد از آن that بعد از آن a statement یعنی جمله. مثال C را میخوانیم: I think that Sue is lazy. من فکر میکنم که سوی تنبل است. در مثال دی Sue thinks that I am lazy. سوی فکر میکند که من تنبلم. سوی این شی می باشد از این رو در بعد از فعل اس گرفت. thinks. در مثال A I think that the weather is nice. من فکر میکنم که باد هوا خوب است. In C in my opinion Sue is lazy. در مثال C با عقیده من یعنی با فکر من سوی تنبل است. I believe that Sue is lazy. من باور دارم که سوی تنبل است. People use think that when they want to say their beliefs. عباره think that فکر میکنم که را مردم زمان استفاده میبرند که وقتی فکرهایشان را و یا باوریشان را به یگان کس گفتنی هستند. The present progressive is often used with think about. با عباره think about یعنی عباره یکم عادتاً زمانی حاضره دوامدار استفاده می شود یعنی قسماً زمانی حاضره دوامدار استفاده می شود اما the present progressive is almost never used with think that. اما زمانی حاضره دوامدار باشد با think that قریب که استفاده نمی شود یعنی تماما استفاده نمی شود که خطا نمی کنیم. Incorrect.
I am thinking that Sue is lazy. اگر بگیم که من فکر کرده ایستاده‌ام که سوی تنبل است، این شکلی نادرست است. مثال‌های F و G رو میخونیم. I think that Mike is a nice person. من فکر میکنم که مایس شخصی خوب است. مثال G. I think Mike is a nice person. این هم بشود من فکر میکنم مایک شخصی خوب است. F and G have the same meanings. مثال‌های F و G معنای یک معنا رو دارند. People often omit that after think, especially in speaking. مردم در وقت گپ زدن عادتاً کلمه that رو میپرتویند، یعنی استفاده نمیکنند در وقت گپ زنی. یعنی اگر ما بگوییم که I think that Mike is a nice person و یا I think Mike is a nice person، هر دویش شکلی درست است. Exercise 31. مشق 31. Use I think that to give your opinion. Share a few of your opinions with the class. عباره I think that یعنی من فکر میکنم که رو استفاده برید تا فکرهای خودتون رو ابراز نمایید و بعض فکرهایتون رو با طلبه‌های صنف پهن نمایید و یا با طلبه‌های صنف گویید. مثال یکم English grammar is یکی از صفات‌ها رو استفاده برده میتوانید. مثلا I think that English grammar is easy. من فکر میکنم که گراماتیک زبان انگلیسی آسان است. و یا I think that English grammar is hard. من فکر میکنم که گراماتیک زبان انگلیسی مشکل است. مثال دوم را میخونیم. People in this city are friendly, unfriendly, kind or cold. جمله من میشود I think that people in this city are kind. من فکر میکنم که مردم این شهر مهربان هستند. عباره کلمه that رو استفاده بریم و یا نبریم معنی تغییر نمییابد. I think people in this city are kind گویم هم درست است. مثال سوم The food at name of a place is delicious, terrible, good, excellent, awful. جمله من میشود I think that the food at Osh Center is delicious. من فکر میکنم که خوراک ها در مرکز آش با لذت هستند. جمله چهارم Baseball, football, soccer, golf is interesting, boring, confusing. جمله من میشود I think that football is interesting. من فکر میکنم که فوتبال شوق‌آور است. شما میتوانید بیسبال و یا ساکر رو استفاده برید و یا همچون صفت interesting, boring, confusing اینها رو نیز استفاده برده میتوانید. مثلا میگویید که I think that soccer is boring. من فکر میکنم که ساکر یعنی فوتبال آمریکایی دلگیر کننده است. میگذاریم به صفحه دیگر. Exercise 32. مشق 32. Make sentences. جمله ها ترتیب دهید. Complete the sentences with their own words. جمله ها رو با کلمه های خودتون پر نمایید. جمله ها رو میخونیم و دوامش رو با کلمه های خودمون پر نماییم. I think that the weather today is so cold. من فکر میکنم که باد و هوا امروز خیلی خنک است. جمله دوم I think my classmates are friendly. من فکر میکنم همصنفان من مهربان هستند. در جمله یکم کلمه that استفاده بردیم، در جمله دوم استفاده نبردیم. گفتیم که چی استفاده بریم چی نبریم معنی تغییر نمییابد، یعنی هر دو درست است. جمله سوم Right now I'm thinking about my English exam. عین حال من درباره امتحان زبان انگلیسیم فکر کرده ایستادم. در زمان حاضره دوامدار present progressive. جمله چهارم In my opinion ترجمهش می شود به عقیده من، به فکر من. و جای I think و یا I think that In my opinion هم استفاده بریم می شود. In my opinion English grammar is not difficult. به فکر من و یا به عقیده من گراماتیک زبان انگلیسی دشوار نیست. جمله پنجم In my opinion soccer is not boring. به فکر من و یا به عقیده من soccer دلگیر کننده نیست. I think that my parents are not at home. من فکر میکنم که والدان من یعنی پدر و مادر من در خانه نیستند. جمله هفتم I think this school is old. من فکر میکنم این مکتب کهنه است. I think about his new car. من درباره ماشین نوی او فکر میکنم. I think that you are the best teacher in our school. من فکر میکنم که شما
بهترین معلم در مکتب ما هستید. In my opinion با عقیده من و یا با فکر من he is not married وی اویله‌دار نیست. خیلی که فهمیدید وقتی که ما I think و یا I think that استفاده بریم و یا in my opinion استفاده بریم بعد از وی یک تو جمله می آید. یعنی I think that من فکر میکنم که the weather is so cold. The weather is so cold این یک جمله است. و یا in my opinion با عقیده من English grammar is not difficult. English grammar is not difficult این یک جمله است. گراماتیک زبان انگلیسی دشوار نیست. اما بعد از I think about باشد عباره و یا اسم می آید. I think about his new car. His new car در علاهدگی جمله نیست. و یا I think this school is old. This school is old در علاهدگی یک جمله است اما his new car این جمله نیست. میگذاریم به صفحه دیگر. Exercise 33 مشق 33 در این مشق بعضی کلمه ها و عباره ها داده شده است. ما باید آنها را استفاده برده با موضوع امروزه یک تاگ جمله سازیم. در کتاب یک مثال آورده شده است. بوکس کتاب ها. I think that War and Peace is an excellent novel. من فکر میکنم که War and Peace جنگ و صلح رمانی بهترین است و یا رمانی عالی است. In my opinion War and Peace is an excellent novel. با عقیده من و یا با فکر من به نظر من جنگ و صلح رمانی عالی است. This city این شهر. I think that this city is beautiful. من فکر میکنم که این شهر زیبا است. Your English classes. In my opinion your English classes are expensive. با فکر من درس های انگلیسی تو و یا کورس های انگلیسی تو قیمت هستند. Music موسیقی. I think that she loves music. من فکر میکنم که وی موسیقی را نقض میبیند. Movies فیلم ها. I think about movies about wars. من درباره فیلم ها درباره جنگ فکر میکنم. Cars ماشین ها. I am thinking about my brother's car. من درباره ماشین های برادرم فکر کرده ایستادم. عینی حال. The food in this country. خوراک در این شهر. I think that the food in this country is terrible. من فکر میکنم که خوراک در این کشور برباد است، بد است. The weather in this area. باد و هوا در این منطقه. In my opinion the weather in this area is sunny every day. با عقیده من و یا با فکر من باد و هوا در این منطقه هر روز آفتابی است. Exercise 34 مشق 34 از سبب که این درس آخرانی باب 4 کتاب هست ما این مشق رو برای تکرار اجرا میکنیم و در این مشق ما باید واریانت درست رو انتخاب کرده در جایهای خودی گذاریم. مثال یکم رو خودی کتاب اجرا کرده است. Anita and Pablo are watching TV right now. Anita و پابلو عین حال تلویزیون تماشا کرده ایستادند. Right now آمده است از این رو زمانی حاضره دوامدار می شود یعنی watching می شود از سبب که دو نفر هست Anita and Pablo هست are می شود فعل to be are می گیرد are watching. مثال دوم جواب B. Are you writing a letter to your parents? No, I'm studying. آیا تو با والدانت مکتوب نوشته ایستاده یعنی در زمانی حاضره دوامدار. No, I'm studying. نه من درس کرده ایستادم. از سبب که زمانی حاضره دوامدار بود are شد. در شکل زمانی حاضره دوامدار ما فعل to be are استفاده میبریم در اول جمله. Are you writing? آیا تو نوشته ایستاده؟ مثال سوم I don't like to write letters. من مکتوب نوشتن رو نقص نمیبینم. در شکل اینکاری I know like این نادرست است. I am not like این هم نادرست است. در زمان simple present گفتیم که فعل های یاری دهنده do و does استفاده میبریم. در شکل اینکاری باشد I don't و وقتی که he she it باشد doesn't. I don't like to write letters. من مکتوب نوشتن رو نقص نمیبینم. جمله چهارم Jack has 6 telephones in his apartment. جک در خونه‌اش 6 تلفن دارد. I don't believe you. من به تو باور نمیکنم. No one needs 6 telephones in one apartment. هیچ کس با 6 تلفن در یک خانه احتیاج ندارد. از سبب که فعل believe فعل non-action verbs می باشد don't believe می شود و
فعل believe رو ما در زمان حاضره دوامدار استفاده برده نمیتوانیم. از این رو جواب ما میشود I don't believe. I don't believe you. من به تو باور نمیکنم. مثال پنجم When I want to know the time I look at a clock. وقتی که من ساعت رو دانستنی باشم I look at a clock. من به ساعت نظر میکنم. گفتم که عباره look at برای زمان کوتاه و برای مقصدناک نگاه کردن استفاده می شود و ما ساعت رو دانستنی هستیم و چند بودن ساعت رو فهمیدنی هستیم. از این رو به ساعت نظر میکنیم. I look at a clock. من به ساعت نظر میکنم. جمله ششم Do you know فاطمه. آیا تو فاطمه رو میدانی و یا میشناسی؟ Yes I do. بله میشناسم. I think she is a very nice person. من فکر میکنم که وی شخصی خوب است. جمله هفتم Where is John? Upstairs or downstairs? John در کجا است؟ در بالا و یا در پایان؟ جمله هشتم Oh no. Ron is sneezing. He is allergic to cats. اوه نه. جان اخسه زده ایستاده است و یا سلفه کرده ایستاده است. وی از گربه ها الرژی دارد. وقتی که ما حاضر میبینیم که جان اخسه زده ایستاده است و در زمان حاضره دوامدار است و شما در وقتی اخسه زدن جان رون شما در آنجا هستید از این رو sneezing استفاده میبریم. رون is sneezing. رون اخسه زده ایستاده است. جمله هشتم The teacher often doesn't start on time. معلم عادتاً در وقتش درس رو سر نمی کند و یا در وقتش سر نمی کند. often آمده است. از این رو الکی میفهمید که جمله ما simple present هست یعنی حاضره عادی هست و ما باید در شکل منفی استفاده بریم و the teacher یک نفر است. از این رو doesn't می شود. The teacher often doesn't start on time. معلم زود در وقتش سر نمی کند. You look sad. تو غمگین به نظر می نمایی. Yes, I am thinking about my family back in my country. I miss them. بله من درباره عائله‌ام در کشورم فکر کرده ایستادم. من آنها رو پزمان شدم. یعنی شما میبینید که شخصی در مقابلتون بوده غمگین است و از او وقتی که میپرسید وی درباره حاضره دوامدار میگوید یعنی که عین حال فکر کرده ایستاده است. از این رو Yes, I am thinking about my family میشود. بله من درباره عائله‌ام فکر کرده ایستاده ام. بگذاریم به مشق دیگر. Exercise 35 مشق 35 Correct the errors. خطاگی ها را اصلاح کنید. در این مشق ما جمله ها را میخوانیم و خطاگی های جمله را یافته اصلاح میکنیم. جمله یکم It's raining today. I know like the rain. شکل درستش می شود It's raining today. I don't like the rain. کلمه raining وقتی که پسوند ing گرفت حرف n دوتا نمی شود. شکل درستش raining. I don't like وقتی که در شکل این کار گفتنی باشیم I don't like the rain می شود. امروز باران باریده ایستاده است. من باران را نقص نمی بینم. جمله دیگر I like New York City. I am thinking that it is a wonderful city. شکل درستش I like New York City. I think that it's a wonderful city. خیلی که گفتم کلمه think این non-action verb می باشد یعنی فعلی غیر عملی می باشد. از این رو در زمان حاضره دوامدار I am thinking that it's a wonderful city گفتن نمیتوانید. شکل درستش I think that it's a wonderful city. من شهر نیویورک رو نقص میبینم. من فکر میکنم که شهری زیبا و یا شهری عالی است. جمله سوم Thus Abdul is sleeping right now. جمله خیلی آمیخته است. وقتی که ما right now استفاده بردیم دو و دست استفاده نمیبریم. دو و دست برای زمان حاضره دوامدار نبود برای زمان حاضره عادی بود. شکل درستش می شود Is Abdul sleeping right now. فعل sleeping هم یک توپه میگیرد چون که
دو تا صدانوک دارد. کلمه فعل rain هم دو تا صدانوک دارد. از این رو حرف نه دو تا نمی شود. Is Abdul sleeping right now? آیا عبدول عین حال خواب کرده ایستاده است؟ جمله چهارم Why you are going downtown today. در اینجا جای کلمه ها آمیخته شده است و وقتی که ما گفتیم جملهمون اگر سوالی باشد فعل to be در اول جمله می آید و در اینجا کلمه سوالی why آمده است، بعد از آن فعل to be می آید، بعد از آن دوام جمله Why are you going downtown today? چرا به بیرون می روید امروز؟ به بیرون از شهر می روید امروز؟ جمله پنجم I'm listening you. در اینجا باشد کلمه to نوشته نشده است. I am listening to you. من با تو گوش کرده ایستادم. جمله ششم Are you hearing a noise outside the window? شکل درستش می شود Do you hear؟ چون که فعل hear این فعل non-action words می باشد، یعنی فعل های غیر عملی می باشد. از این رو Do you hear a noise outside the window؟ آیا غوغای بیرونی تیرزه رو می شنوی؟ جمله دیگر Kunio at a restaurant right now. He usually eats at home but today he eating dinner at a restaurant. شکل درستش می شود Kunio is at a restaurant right now. فعل to be نوشته نشده است، در شکل درستش نوشتیم. و در جمله دیگر he usually eats. جمله دیگر در زمانی حاضره عادی آمده است، از این رو he eats می شود he eats at home. وای در خانه می خورد. But today he is eating dinner at a restaurant. اما امروز در رستوران خورده ایستاده است، در طرف خانه خورده ایستاده است. فعل eat هم یک توته می گیرد eating. جمله هشتم I am liking flowers. They are smelling good. شکل درستش می شود I like flowers. من گلها رو نغز می بینم. فعل like این فعل non-action verbs می باشد و اینچنین فعل smell هم non-action verbs می باشد. از این رو می شود I like flowers. They smell good. من گلها رو نغز می بینم، آنها بوی خوش می دهند. Alex is sitting at his desk. He writing a letter. در هر دو جمله خطاگی هست. خطاگی جمله یکم این هست که فعل sit از سبب که یک تا صدانوک دارد بعد از خودش یک تا حرف ت دیگر میگیرد. Alex is sitting at his desk. Alex در میزش نشسته ایستاده است. He is writing a letter. در اینجا فعل to be is گذاشته نشده است. ما فعل to be is را گذاشتیم، می شود his و یا he is writing a letter. وای مکتوب نوشته ایستاده است. Where do they are sitting today? شکل درستی این می شود Where are they sitting today? آنها امروز در کجا نشسته ایستادند؟ زمانی حاضره دوامدار است، از این رو فعل یاری دهنده دو و دز استفاده نمیبریم، به جای آن فعل to be are استفاده میبریم چون که they آمده است. Where are they sitting today? آنها امروز در کجا نشسته ایستادند؟ New words کلمه های نو think فکر کردن I think that من فکر میکنم که think about فکر کردن درباره about درباره opinion عقیده فکر و یا نظر weather باد و هوا busy مشغول friendly مهربان kind مهربان delicious با لذت terrible دهشتناک excellent عالی awful برباد و یا بد boring دلگیر کننده confusing پیچیده interesting عجیب wonderful فوق‌العاده outside بیرون inside درون marry و یا get married اولیدار شدن زن گرفتن و یا شوهر کردن marry off اولیدار کردن زن دادن و یا شوهر دادن loan قرض. اینک رسیدیم به انتهای یک بابی دیگر، به آخر یک درس دیگر و وظیفه هایی که بعد از این درس ما به شما میدهیم. یکم
машқҳои китобро ба дафтаратон нависед. Сар карда аз машқи 31 то машқи 35 боби 4 китобро ба дафтаратон нависед. бо мавзӯи имрӯза, яъне бо think that ва think about 10 ҷумлагӣ нависед. сеюм, калимаҳои навро аз ёд кунед ва дар ҷумласозӣ истифода намоед. инак расидаем ба поёни як дарси дигар. агар ба канал обуна нашуда бошед, лутфан обуна шавед, ба навор лайк гузоред. барои беҳтар кардани сифати дарсҳо фикрҳои худро дар шарҳҳо нависед. ин наворро ба дӯстон ва наздиконатон равон кунед. барои аввалин шуда хабардор шудан аз дарсҳои нав зангуларо зер кунед. аз ҳамаи шумо барои тамошои наворҳои мо то охир миннат дорем. лутфан бо мо бошед. бо мо забони англисиро осон ва ройгон омӯзед.